ما چرا در جامعه ما نه، من اونجا چیز کردم، اشاره کردم خیلی کوتاه، نهادهای مستقل کارگری یا نمیدونم صنفی رو باید ازش حمایت کرد، پشتیبانی کرد. ما چرا اجازه نمیدیم یک ترید یونین به اصطلاح در ایران مستقل شکل بگیره؟ هر گروهی سعی میکنه وابسته به خودش بکنه. این یکی از همون بینش و منش انحصار طلبی، هژمونی طلبیه. اون طبقه حالا میخواد کارگر باشه، معلم باشه، صنفه یا هرچی، باید آگاهانه انتخاب کنه کدوم حزب و گروه رهبری رو انتخاب کنه، نه اینکه تو بیای تحمیل کنی، زرنگی بکنی، اون تو رخنه بکنی با چند نفر آدم، بعد بیای همه رو کاراشو قبضه بکنی، نه مجال ندید که این بتونه رشد بکنه، تبدیل بشه به یه نیروی اجتماعی. ما تو جامعه ما نه چیز معلمین مستقل داریم، نه جنبش زنان مستقل میذاریم شکل بگیره، نه کارگری رو میذاریم شکل بگیره. تنها دشمن نیست، همین اپوزیسیون نمیذاره. اینو واقعیت ها رو باید گفت. بعضیا نه اینکه حتما آدمای بدجنسی نه عامل جمهوری اسلامی هست، نه این اتهامات هم نباید زد. این در اثر عدم درایت و عدم شناخت از مسائل با مبارزه اجتماعی به صورت علمی و منطقی برخورد نمیشه. ارتباط ما با کسایی که طرفدار براندازی هستند و اونایی که نیستن یا آلترناتیو سازی و غیره، اینا چگونه باید باشه؟ ببینین یه موقع هست که این فن مبارزه اجتماعی اینجوریه. من نمیتونم بگم که حالا اون نیرو یا اون شخصی که هنوز راجع به قدرت جایگزین برنامه نداره، پس من با اون قرارم هست. ولی این آمادگی رو داره، این دشمن تشخیص میده، میگه من الان حاضرم، آماده‌ام بر علیه این دشمن با تو مبارزه بکنم. خب باید باش اتحاد کرد. منتها اون کادر رهبری و یا هماهنگ کننده مبارزات باید تشخیص بده که این بخش از نیرو یا این فرد یا این محافل تا به اندازه براندازی یا تغییر رژیم آمادگی دارن یا طرح دارن یا بینش دارن، با اونهایی هم در نظر بگیره که ورای اون دارای بینش هستن، که بدونه بگه خوب اینا متحد منن تا این مرحله، ولی من باید یا ما باید دنبال نیروهایی هم بگردیم که با هم همسویی داریم برای ایجاد قدرت جایگزین. بنابراین دوراندیشانه باید طرح و برنامه داشت. ما تنها کافی نیست بگیم خب حالا یه عده جمع بشیم اول این رژیم رو بندازیم بعد الله کریم. این فرهنگ شده در جامعه ما، در میان اپوزیسیون. ما به این فرهنگ باید با بحث و گفتگو خاتمه بدیم، با همدیگه رو به همدیگه یاری برسونیم که این چرا تا مدت خوردیم، به همه ما لطمه زده، از طیف‌های مختلف کشته دادیم، از افراد نازنین ترین و بهترین فرزندان ایران را از دست دادیم. منتها بعضی از ما ناشی از نداشتن چشمانداز بوده. ما همینجوری میخوایم بریم سینه سپر کنیم در مقابل هر جانور و دیکتاتور و فاشیستی. نه، ما باید طرح داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. من حتی در حین مبارزه به این نتیجه رسیدم، ممکنه بعضیا قبول ندارن، ما مبارزه اجتماعی تنها مبارزه با فاشیسم شیوه دموکراتیک مردم در مورد آینده خودشون در تصمیم بگیرن، ولی من نمیتونم، اصلا منطق قبول نمیکنه. یه یارو میگه که من تو رو میکشم، تو اصلا فقط برای اینکه همینی که از یارو میاد اصلا زن و مرد از خونهشون میان بیرون، اول ازشون سند ازدواج میخواد. اصلا حتی اینقدر آزادی نداره که یه زن و مرد با هم راه برن تو خیابون. بعدن این چطور میتونید در این رژیم انتخابات آزاد برگزار بکنید با کمک آمریکا، با کمک سازمان ملل که خودشون هم موندن اون توش، نمیدونن چی کار بکنن، خودشون هم اضافه بر این براشون هم فرق نمیکنه اخوان المسلمین باشه در مصر یا نمیدونم اون فلان قبیله به فلان چیز باشه، یا همین نفت و گاز رو ببرن فلان، بقیه‌اش کاری نداره. ما من مقالاتی دارم جز این مقالاتی که پخش شدن به عنوان
تئوری دو دنیا را قبول دارم. به این نتیجه رسیدم این کشورهای، من دشمنش نه آمریکا هستم نه اروپا هستم، ولی این واقعیت رو بهش رسیدم، اینها برای آدمای آفریقا، بخشی از آسیا و آمریکای لاتین اینها رو انسانهای درجه 2 میدونن. اینا براشون دموکراسی برای این کشورها میگن این فرهنگ شایسته‌ش هم همونه، این قبیله رو میندازن جون اون فلان. بعد الان برای لیبی من شنیدم همین انگلستان و فرانسه که عامل چیز بودن گفتن نزدیک، برای اول زدن داغون کردن برای اینکه بحران اقتصادی خودشون رو درست بکنن، گفتن که 80 و نمیدونم چند بیلیون دلار خرج داره ما بیایم از اون بسازیم براتون. خب برای ما هم این نقشه رو خواهند کشید. در مورد همکاری حقوق با جریانات حقوق بشر و فلان اینا، دوستان عزیز، یک به خاطر اینکه ما احزاب درستی نداریم، بعد هر گروهی هم میخواد اعمال نفوذ بکنه، هژمونی طلبی بکنه. یه ده هستن آدم حزبی نیستن، از زن و مرد و جوان آدم فعال حزبی نیستن، میخوان راجع به حقوق زن فعالیت کنن، راجع به علیه اعدام فعالیت بکنن. یه گروهایی دارن، الان بیش از 250 تا گروه حقوق بشری در سراسر خارج از کشور وجود داره. بعد هر گروهی اگه بخواد اعمال نفوذ بکنه، بگه هژمونی داشته باشه، چرا؟ یعنی اونم بپاشونه. ما احترام بذاریم به این شکل‌گیری این نهادها، به معنی اینه که ما بذاریم هر کسی به اندازه تواناییش برای حقوق بشر، برای حقوق انسانی فعالیت بکنه. اگه من میلیتانت سیاسی هستم، کار بیشتری میتونم بکنم، برم بکنم. چرا همش میخوام در هر چیزی به اصطلاح دیکته کنم برای دیگران که این کارو حزب من این میخواد که شما اینجوری باشی، از اون دفاع بکن، از این دفاع نکن. این مثل آخوندا داریم میشیم، میگه خودی و ناخودی، سر دفاع هم خودی و ناخودیه شده. به این فرهنگ، به این مناسبات خاتمه بدیم. در مورد یکی از دوستان که در مورد کنفدراسیون و دنبال روی از چریکا، ولی این یه بخشی قبل از هم در نتن شد در مورد یکی از اشتباهات ما این بود در اون زمان که مسئله یه عده که ماها طرفدار از چریکا و مبارزه مسلحانه بودیم، می‌خواستیم همه سیاست‌های چریکا رو اونجا پیاده بکنیم. گروهای دیگه هم بودن، از گروهای ماویست بودن، نمیدونم چی بودن، اینا هر کدوم می‌خواستن تز خودشون رو پیش ببرن. یعنی اصلا همین دخالت‌های ایدئولوژیک گروهی باعث شد که یک سازمان دموکراتیک از هم بپاشه. یکی 2 سال قبل از انقلاب اصلا از هم پاشید. توجه کردید؟ پاشید به خاطر اینکه هر کسی می‌خواست استفاده گروهی خودش رو ببره. واسه همین هم هست که امروز ما باید هوشیار باشیم، نه جنبش کارگری، نه جنبش زنان، نه جنبش‌های حقوق بشری یا غیره رو بذاریم کار خودش رو بکنه، محترم بذاریم، احترام بذاریم به استقلال عملشون، بذاریم نهادهای دموکراتیک و مدنی در جامعه شکل بگیره. اگه یه جریانی هم میخواد از یه حزبی پشتیبانی بکنه، خب بذار آگاهانه این کارو بکنه، نه اینکه تحمیل بشه بهش، نه اینکه توطئه بکنیم، باند درست کنیم بریم اون تو رخنه کنیم. دیگه اینا برملا شده همه چی. تا کی میخوایم به این روش کار ادامه بدیم؟ به کدوم گروه در خارج از کشور بیشتر اعتماد کنیم؟ من عقیده دارم هم به همه اعتماد کنیم و هم به همه اعتماد نکنیم. ما نداریم، ما نمیخوام همه گروه ها رو تخته بکنم به سم خودم. یه ده دارن مبارزه میکنن ولی روش غلط در پیش داریم. ما باید دست یاری به هم برسیم، گفتگو بکنیم، این جو بی اعتمادی رو تبدیل به اعتماد بکنیم. من برای این نیستم که سازمان ها رو تخته بکنم. من عقیده دارم به سهم خودم در سازمان سازی، گروه سازی، کنفرانس درست کردن ها 10 بار شرکت کردم. ولی امروز یک کمی به خودم اومدم. بعد حالا بعضی هم به من ایراد میگیرن، به حق میگن حالا خوبه بعد از 52 سال یادت تازه متوجه شدی کجا خراب بوده کارا. اصلا واقعا این جامعه ما باید آخه میخوایم حزب هم درست کنیم، آخه بدونیم برای چی این حزب رو میخوایم درست کنیم. بنابراین من مخالف موجودیت این گروه ها نیستم، بلکه این گروه ها به نظر من مثلا برای چی 50 تا گروه چپ داشته باشیم؟ بشینیم با هم
بحث و گفتگو بکنیم، دیالوگ بکنیم، مبارزه تئوریک بکنیم و تبدیل بشیم به یک جریان. میتونه توش فراکشن‌های مختلف داشته باشه. تو تمام دنیای متمدن این هست، حتی حزب سوسیالیست، لیبرال، دموکرات، سکولار، هر چیزی توش فراکشن‌های مختلفه، ولی با هم دشمنی نمی‌کنن. هر کی یه دکونی باز نمی‌کنه، فحش بده به دیگری، اتهام بزنه به دیگری. این در تنها در چپ نیست، در جبهه ملی، من که خودم سالها عمرمو در اونجا گذروندم، متاسف میشم که در داخل با هم دعوا دارن، در خارج چندین گروه میشن، چندین وبسایت هست، به هم دیگه اتهام میزنن فلان اینا. به این مسائل باید خاتمه داد، ضمن احترام به تک تک هر کدوم از این گروه ها و افکار و عقایدشون، ولی راه روش اتخاذ بکنیم که مردم به ما اعتماد بکنن. وقتی ما خودمون به هم دیگه اتهام میزنیم و اعتماد نمیکنیم، فحاشی میکنیم، چطور میخوایم مردم از ما پشتیبانی بکنن؟ واسه همین هم هست که امثال کروبی و موسوی و خاتمی و غیره میان رهبر ما میخوان بشن. آیا سلطنت طلبان میتونن در اپوزیسیون برانداز یا غیره شرکت کنن؟ نه. من عقیده دارم، من شخصا قبلا میگفتم مخالف سلطنت، با این چیزهایی که دیدم از جمهوری‌های موروثی، من میگم من با هرچی حکومت موروثی دشمنم، میخواد سلطنت باشه یا جمهوری باشه، هرچی حکومت موروثیه نابود باید گردد. بنابراین من عقیده دارم که میتونه یه نفر سلطنت طلب هم باشه ولی آدم دموکراتی باشه، یا یه سازمانی داشته باشه دموکرات باشه، نقش مردم رو بپذیره. خب ما باید هنوز که جامعه ما یک رستاخیزی که نشده که یه حزب یک فلان، ما باید مجال بدیم همه ابراز وجود بکنن، رقابت بکنن، مردم هم تشخیص بدن، ولی یه معیارهایی رو هم برای موافقت و مخالفتمون داشته باشیم. دموکراسی خواهی، سکولاریسم در درجه اول، برابری طلبی، رفع تبعیض و بعدش هم احترام به این مناسبات دموکراتیک و حق تعیین اینی که هر کسی برای آینده خودش تصمیم بگیره. موروثی بودن یک چیز ابتذال ترینه، حتی تو این اروپا هم که هست، این سلطنت‌های موروثی که هست مبتذل ترین جریانات هست. چون با این تو این بحران‌های اقتصادی یه دنگ و فنگی راه انداختن و این سیخ راه میره و اون یکی مهمونی میده و اون یکی فلان میره و اینا. خب اینم بچم تو لیبی و تو مصر و اینا، تو نمیدونم سوریه هم که میبینیم یارو که مادام العمر که رئیس جمهوره، بعد پسرش هم میخواد بذاره رئیس جمهور بشه، بعد هم نوه‌هاش میخواد بیان و فلان. این اصلا جمهوری اسمش نیست که.